نمیدونم چرا مادرشون میره پرای بد جوجه هاشو میکنه. شما نمیدونید دلیل این کار چیه؟ نکنه سر ببینید تمام پرای این بچه ها رو کنده. نکن اصل ببین بچه رو چیش کارش کرده. زهر مار. اینم مادر بد اخلاق، مادر سنگدلتر از این مادر ندیده بودم. خیلی سنگدله، خیلی 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 سنگدله. لااقل اون بابای اونوری اون مهربونه، ولی مامانی نمیدونم چرا اینطوری شد، چرا برگردی میکنه نمیدونم. ببینید کارمون یکی نبود، همه‌شون اینجوری کرد. ببینید پرای نگاه کنید، تازه پر سر این بچه هم کنده. ببینید چقدر خون اومده. خدایا چی کارش کنم؟ اگه بخوام جداش کنم از مادرش که نمیشه، فرار کرد. ببینید این هم یکی دیگه شون. کار یکی دوتاشون نیست. ببینید اینجا رو چجوری خونین و مالی کرده این بچه رو. آخه بهم میگم مادر اصل یه دقیقه بشین دیگه اصل. ببینید نمیدونم چی کار کنم. اگه میشه لطف کنید راهنماییم کنید، ممنون میشم.